در فوتبال فقط یه عدد نیستن. گاهی تا ابد یه نام بزرگ با یه عدد به خاطر آورده میشه. شماره 1 انگار برای احمدرضا عابدزاده ساخته شده بود. سنگربان وفادار دروازه پرسپولیس با رکوردهای جاودانه، کسی که اسمش با موفقیت و قهرمانی پیوندی دائمی و ابدی داشت. جذاب و کاریزماتیک، با یه لبخند همیشگی روی صورت، حتی در لحظاتی که در جهنم ملبورن فاصله ای تا سقوط نداشت. مختصات لبخندی که ترسیمشون روی صورت احمدرضا 1 ثانیه طول کشید، اما برای هزاران سال در ذهن ما نقش از احمدرضا عابدزاده.